سلام عرض میکنم بیننده عزیز، شعله گلخوجه هستم. دیگر باره در روبروی شما قرار دارم. ساعت حالا با وقت پراگ رسو 10 است و با وقت دوشنبه رسو 1 و سپاس میگم که وقت خودتون رو برای ما جدا میکنید تا اینکه با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان آشنا شوید و طول چند دقیقه دیگر من در خدمت شما قرار دارم و تلاش میکنم که در این چند دقیقه که با هم داریم ببینیم که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد و طبعا ما در نوید بامدادی برای شما وعده داده بودیم سرنوشت چرخبال رو با 13 کوهنورد در حدود نویه لخش پیگیری داریم و تو این لحظه درباره زنده بودن یا نبودن کوهنوردان خبرهای زید و نقیض به دست ما میرسد، ولی من فکر میکنم که تو شروع برنامه خبری که 3 ساعت دیگر باقی مانده است ما تفصیلات بیشتر رو در دست خواهیم داشت و دقیقاً با شما گفته میتونیم که تقدیر کوهنوردان و سرنشینان این چرخبال چی است. اما طبق خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده است، کمیته حالتهای سیاری تاجیکستان میگوید حال حاضر تماس با این کوهنوردان برقرار شده است و 3 چرخبالی نجات دهنده به محل فرود اضطراری این چرخبال رسیدند. باید گفت که چرخبالی که حامل کوهنوردان بود روزی گذشته این بازگشت در پایاناب پیریخ فورتنبک با مشکل پرواز روبرو شد. خب با تبریک هم گفتم همکاران ما این حادثه رو پیگیری دارند و ما حتما برای شما باز هر چیزی تازه‌ای که به ما رسید خبر خواهیم داد. دیروز زایران تاجیک برای نخستین بار توانستند طریق فرودگاه بین‌المللی کولوب به سمت عربستان سعودی پرواز کنند. زایران میگویند چنین امکانیت صرف وقت و مبلغ آنها را کمتر کرده برایشان خیلی قلای و مناسب است. این سفر در حال انجام می شود که هفته آینده در تاجیکستان مسلمانان عید قربان را تجلیل می کنند. ضمناً اگر امسال مقامات دسترخوان پر دبدبه را اشکار نمایند برای صاحبان این دسترخوان دردی سر می شود. دقیق ترش صاحبان چنین دسترخوان را می توانند جریمه کنند و اگر از این تجلیل این جشن به ناگاه کارمندان کمیته دین و تنظیم عنعنه به خانه شما مهمان شوند حیران نگردید، چون که تصمیم شده است برای جلوگیری از آراستن دسترخوان پر دبدبه رید گذرانده شود. تفصیلات این موضوع و نظر ساکنان به چنین تصمیم مقامات را در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد. اعلامیه مقام بحر کاسپی را امضا کردند. روز گذشته رئیسان جمهوری 5 کشور بعد 2 ساله بحث و بررسی سازشنامه را قبول نمودند. مقام حقوقی بحر کاسپی از سال 1991 جنجال برانگیز بود. اعلامیه امضا شده همکاری کشورها را در زمینه استفاده آب ماهیداری و دریانوردی و دیگر بخش‌ها در بر میگیرد. تفصیلات را ما برای شما در برنامه خبری پیشنهاد خواهیم کرد. زن 73 ساله تاجیک 8 سال آینده‌اش را پشت میله زندان میگذراند. در این باره دادگاه شهر باختر حکم برآورده است. یک مسئول دادگاه میگوید هرچند پیرزن صدقاً از عملکردش اظهار پشیمانی نمود، ولی او را به این حکم را در نسبت او علاقه روا دیدند. ولی چرا این زنی که 73 سال دارد به هنگام صادر کردن این جنایت آن را چندان جدی نمی گرفت؟ شما می توانید در برنامه خبری آگاهی پیدا کنید. با نزدیک شدن سال نو خوانیش همکاران ما آمادگی پدر و مادر را برای گسیل فرزندان به مکتب پیگیری نمودند. در یک گزارش ویژه نگاه میاندازیم به صرف والدین در خریداری لوازمات مکتبی و آن چیزی که مقامات در این زمینه روی دست گرفته است. با وجود آنکه تشکیل کننده های یارمارک‌های مکتبی میگویند محصولات آنها 15% نسبت به بازارها ارزان‌تر است، ولی بعضی پدر و مادران مجبور شدند که قرض بگیرند تا کودکانشان را با لوازمات مکتبی تامین نمایند. در این باره ما یک گزارش ویژه داریم که پیشنهاد شما آن را خواهیم کرد و باوری دارم که این موضوع برای شما جالب است. بیننده عزیز تشکر میگم که این چند دقیقه با ما بودید و من با شما خداحافظی نمیکنم، چون که همه شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم برنامه خبری منتظر هستم.